رحمت الله. بفرمایید. این در تاجیکستان یک زیارتگاه میروانم تاجیکستان. تاجیکا حضرت زین العابدین میگن. هم شنیدم که نویره های پیامبر شد همین در نظر داشته. زین العابدین قبرشون در تاجیکستان نیست. زین العابدین در مدینه وفات کردگی هستن. به این همه اتفاقا شاید اگه نمیدونم به قبر کی میرون، لیکن مخصوص برای زیارت قبر رفتن که همون قبر رو زیارت میکنم در شریعت همین چیز نیست. خواهر ما به مدینه میرویم، نه اینکه مخصوص برای زیارت قبر پیامبر. ما به مدینه میرویم برای چی که پیامبر گفتن نماز خواندن در مسجد پیامبر برابری چی است؟ 1000 رکعت است. یک رکعتش برابر 1000 رکعت است. شما برای یادی آخرت کردن یا برای همان مرده دعا کردن رفتید، به این ثواب میگیرید. اما مخصوص قبر رو زیارت کردم که گویا قبر یک اولیاء رو رفته دیدید و در نزدش دعا کردید یا مخصوص رفته دیدید یک ثواب باشد، به این یگان دلیل وجود ندارد که مخصوص برم نزد یگان قبری که برای زیارتش، نه برای مثال گفته استادم خواهر، نه اینکه شما رفتید. این شرک است. من همین چاروا کشتن لیکن شرک اکبر است. قل این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین میگوید الله. آره، قربانی من، عبادت های من، زندگی مرگ من برای الله هست. قربانی باید برای الله باشد. برای مهمان شما یک قربانی کردید و چیزی دیگر برای احترام، اما به سر قبر رفته خون حیوان رو ریزانیدن که این احترام برای اون قبر است. گفته گوشتش هم حرام است، اون مثل اینکه به بت کشته شده است. گوشتش هم حرام است، خودش هم شرک اکبر است که کنندهش باید توبه کند، که متاسفانه خیلی همین چیز در تاجیکستان رایج است. یعنی در همون اجتماع هم تا جای من میدونم در جایهای مخصوص بعضی قبرها هست که عائله ها نظر میکنن که میرویم کودک دار شدیم یا فلانی از سفر آمد یا از خدمت حربی آمد، در فلان مزار ما یک گاو میکشیم یا یک گوسفند میکشیم، که بر علا این شرک است که پروردگار اینها رو هدایت کند که نمیدونم چرا در همین مسئله کم صحبت است. شرک اکبر بر علا هست وقتی شما خون حیوان را مخصوص در سر قبر میریزید به خاطر چی گرفتن؟ ثواب گرفتن و احترام آن قبر. سلامت باشه. بفرمایید. من مرد وقتی زکاتش به فرزندان پدری که به خواهرش بده میشود؟ زکات را به خواهر و برادر داده می شود به شرط آنکه خواهر و برادر با پدرتان زندگی نکند یا در خانه خودتان زندگی نکند. نه علاهیده باشد، محتاج باشند. آره، از شرط های زکات گیرنده این است که محتاج باشد، پدرت نباشد، مادرت نباشد، همسرت نباشد، فرزندت و نبیرهات نباشد. وقتی که آنها خانه جداگانه خودشان را دارند، چه خواهر چه برادر، عموما زندگیشان از پدر و مادر جدا است. باکی نیست، برای آنکه بعضی ها همینگونه یک نیرنگ هم دارن، یعنی با پدر و مادر برادر خردی زندگی میکند، زکات رو به برادر خردی میدهند و دیگر به پدر و مادر کمک نمیکنند. این یک حیله شرعی هست. یا اینکه زکات رو به کلین خود میدهند که قطعی پسرم بخورد، یا به پسر خود میدهند، به عکس به داماد خود میدهند که به نبیره هایم صرف کند. این بر علا نیرنگ است، گریختن از واجبات است. و این گونه زکات ها رو چی میگیم؟ یک مکر است نسبت شریعت. اما خانه خواهر و برادر جدا باشد، در حقیقت محتاج باشند، به آنها زکات دادید، انشاءالله هم اجر زکات و هم اجر صله رحم را میگیرید. و